سیری با گلزارم نیامد، برایش حرفی ناحقی نگفتم، جوابی نام از یارم نیامد، برایش حرفی ناحقی نگفتم، جوابی نام از یارم نیامد. زی ساز و سوزی و شاخم خبردار، چی شد که نغمه بر تارم نیامد، زی ساز و سوزی و شاخم خبردار، چی شد که نغمه بر تارم نیامد، بهار آمد گلی نارم نیامد، و سیری باغ و گلزارم نیامد. نواز و خوش میخوام تو این بیانی، دریغا نام بردارم نیامد، نواز و خوش میخوام تو این بیانی، دریغا نیامد، و سیری باغ و گلزارم نیامد، برایش حرفی ناحقی نگفتم، جوابی نام از یارم نیامد، برایش
هیچ حرفی ناحقی نگفتم، جوابی نام از یارم نیامد، جوابی نام از یارم نیامد. بس سیری با گلزارم نیامد. با احترام خاصه که نسبت همگی شما داریم، همدیار عزیز درود و سلام خیش را به هر کدام شما میرسانیم. شامتان بخیر و شادی باشد. این برنامه فضا است، مهمان خاندان شما و ما در برنامه همان مهمان داریم، در استودیوی تلویزیون مهمان داریم که مهمانان دوستان عزیز شام ما را با ترانه های زیبایشان، با نوازش های عالیشان رنگین میگردونند و تمنا میکنیم که خاندانتان به مثل برنامه فضا میکنه روشن و پر از زیبایی باشد. مهمانان نوبتی برنامه ما هستند دوستان عزیز، من هنرمندان مؤسسه دولتی انسامبل سامان نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بختیار بیانی، هم رامشگر، هم آوازخوان خوب و یک گل دخترک زیبای دیگه زرینه عبدالرحیم که من هر دوی شما رو خوش آمدید میگم از تلویزیون سفینه. چون احترام زنها بالا است در البته جامعه فرهنگی تاجیک، چون مقام خاصه دارد، نخست از شما شروع میکنیم که برای بیننده ها و برای مخلصان صدایتان یک سلام پر از محبت برسانید. تشکر. سلام عرض میکنم حضور کلی تماشابینان و کارمندان تلویزیون سفینه و اینچنین به مخصوص برنامه فضا. سلامت باشین. تشکر. اکای بختیار شما هم میتوانید که پیام درود و سلامتان را برسانید. سلام به همه بینندگان آینه نیلگون. تشکر به شما که ما رو دعوت کرد. سلامت باشین. تشکر. من فکر میکنم مردم شما رو بیشتر با همچون یک هنرمند، همچون یک رامشگری واقعا به همتای اسباب مثلا قیجک میشناسند. این بار چندم است که ترانه سرایی هم میکنید؟ چرا مثلا خواستید که در برابر یک نوازنده خوب بودن، در برابر اینه که از عهده همین اسباب موسیقی که واقعا یک مشکل هم هست اینقدر خوب میبرید، باز خواستید ترانه سرایی کنید؟ در اصل من بارها گفتگی هستم، فرزند حافظ خلقی بله بیان عبدالقلوف هستم. من از خودش آوازخوان بودم. آوازخوان بودید؟ در بله. مکتب صنف یکم بودم که رباب نواخته سرود میخوندم. یعنی که رباب از قدم دراز بود. ربابی رباب قشقری نه، رباب شد از خودم. اصلا خیلی در پنجکین تیما مطرب نوازنده بهترین کم بود. راستی گپ از خصوص قیجک نبود. این سبب پدر گفتن که شما قیجک را آموزید، شاید با مردم خود بله با ملت خود شخصی درکاری شوید. گفتن که آموختیم حرکت کرده. بله واقعا من فکر میکنم همون دعای شادروان پدرتون بود که اینقدر زیبا از عهده نوازشین میبرید. من خودم راسته خاصتا راحت میکنم، چون در برابر نوازش بعضی میمیکه های استفاده میکنید، بعضی کارهای میکنید که میگن خاص یک هنرمندی واقعا صاحب استعداد است. تشکر. آفرین. سلامت باشید. این اسباب رو آموختید و آمدید در انسامبل های گوناگون، گمانم یا دانشکده صنعت و یا کنسرواتوار را ختم کردید و یا نه؟ از آموزشگاه موسیقی شهری خوجند آغاز کردید. بیشتر کی در آهنگ ساختن کمک میکند و یا خودتون تنها کوشش میکنید که آهنگ بسازید؟ با برادران مسئولیت هم میکنیم البته، لیکن این قسال خواندیم، این قسال تجربه داریم. بله. بیشتر کوشش میکنید خودتون دست داشته باشه در تولید آهنگ هایتون؟ میخیر بیشتر چنین شده است. با کی همکاری دارید؟ با شاعران هست، شاعران معاصر منظورم، و یا که میخواهید از کلاسیکان بیشتر خوانید؟ کلاسیکان هم میخونیم، شاعری معاصرم همکاری دارم. بله. از پنجکین شاعری به همتای ما شهودت بانو هستم. اکای جوره از پنجکین کتابشان در نزدیکی نشر شد و خیلی زیاد شاعری معاصر ترانه میسراییم شناس هستیم. ترانه نخستینه که با زرینه اینجا خوانده در آغاز بهار آمد. بله بهار آمد. در مورد همین میگید که چگونه تیار شد؟ چرا انتخاب کردید زرینه رو در برابر مثلا آماده کردن همین دویت؟ با خواهش خودی زرینه بانو شدین. این با خواهش زرینه بانو گفتن اکا بیایید، گفتن یک سرود دو سرود کنیم همراه خوانیم گفتن و همون زمان آماده کردیم. واقعا صدای زرینه هم خیلی شینم اومده است در این ترانه. اگر توجه کرده اید گمان میکنم این بازخوانی نیست. این ترانه بازخوانی ترانه نو است. ترانه شعر از کمینه هست، آهنگ از یک
من خاطرتون هست شما بسیار بار گفته هستم من در ازبکستان کمتر کار کردم بله و همراه ارتیستی خدمت نشان داده ازبکستان وهاب‌الدین بحری همکاری داشتم چند وقته چند مدته و استاد ایشان نورالدین همراقلوف بودن حافظ ارتیستی خلقی ازبکستان از همون کس گرفتگی هستم موسیقی بهار آمد رو بسیار خوب و زرینه شما پیشنهاد کردید با آقای بختیار که همین ترانه بهار رو میخونیم یک جای زید نبر آمدن چگونه شد در آماده کردنش برایتون مثلا جایهایی بود که مشکلی باشد راستی اول اینکه سرود رو خواندن نواخته خواندن با سکریپکا بعد من در اومده گفتم اکو همین نمیشد که یک جای خونیم با همراه شما و گفتن که از داش میبره من گفتم که اگر که نبرم شما به من یاد میدهید می آموزونید راستی خواندیم مشق کردیم در کارخانه بعدا ان شاء الله همین روز بود است که نصیب همین روز بود است که اومده این را ثبت میکنیم ان شاء الله در تلویزیون سفینه خب این بار نخست فکر میکنم برای مخلصان برنامه فضا صدا داد در تلویزیون همین خیلی است گرچند که چند سال باز تیار باشدم تیارم باشد ولی نخستین در تلویزیون از برای برنامه فضا صدا داد بله شنونده اولینش یعنی شما هستید بیننده ما و بیننده های برنامه ما آفرین بسیار خوب این توفه است و فکر میکنم بیننده های ما هم خوب قبول کردن ترانه دوم رو قصه کنید در مورد همین ترانه یکم که دیگر صحبت میکنیم با بیننده ها و بعدا شما بسپرید من خودم هم حافظ و هم سرانده کلاسیک هستم و امروز ها 6 مقام ما پره از سر نو چاپ شد ثبت شد حتی با دیسک ها ثبت های دیسک برآمد به گفتی زبان موسیقی فرشلک هایی که پیش نوشته نبود امروز آن نوشته گردید مکمل شد 6 مقام و ایجاد نوی مقام جایگاه خودش را یافت و پیشه کردن گفتن که اکنون باید ما مقام نو ایجاد کنیم و تعریف نه من از اولین ها 8 مقام ایجاد کردگی هستم و این هم در رویه مقام در صنعت قدیمی ما این آهنگ خودتون است بله این هم تازه ایجاد شده است تازه ایجاد شعر از لایق شیرعلی آهنگ از خودم و با زرینه بانو حرکت کرده میخوام که سروده های مقام و کلاسیکی بخونم میترسیدم تا همین روز که از اودش نمیبرایم ولی این که زینه به زینه ها یعنی کورد کرده های زیاد دارد انشاءالله که بعد از برنامه با اکوی بختیار کار میکنیم من نیز میخوام که مقام و کلاسیک سرا شوم چون که با یک هنرمند 40 هنر کم است یعنی که در همه جاده صنعت باید هنرمند آماده باشد که سرود بخواند بله سلامت باشین تشکر خب بیننده های عزیز ترانه دوم رو از جانب هر دوی هنرمندان بختیار بیانی و زرینه عبدالرحیم میشنویم بعدم برمیگردیم بسیار با صحبت میکنیم خندان اگر نمی کنی گریان نکن مرا خندان اگر نمی کنی گریان نکن مرا آباد اگر نمی کنی ویران نکن مرا آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا خوشبخت اگر نمی کنی از بختم مزن خوشبخت اگر نمی کنی از بختم مزن شادان اگر نمی کنی ویران مکن مرا شادان اگر نمی کنی نالان مکن مرا
چهار سوی زندگی تا کوی زندگی در چهار سوی زندگی تا کوی زندگی رهبان اگر نمیشوی سرسام مکن مرا رهبان اگر نمیشوی سرسام مکن مرا توفان مکن مرا خندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا خندان اگر نمیکنی گریان مکن مرا شادان اگر نمیکنی نالان مکن مرا شادان اگر نمیکنی نالان مکن مرا نالان مکن مرا گریان مکن مرا خب تشکر. شما اینجا اشاره کردید زرینه بانو که مثلا من بار اول است که در ژانر شش مقام با کمک اکوی بختیارم این ترانه را خوندم میخیل. شما در دانشگاه و یا که در کنسرواتوریا ژانر شش مقام ختم نکرده؟ راستی من ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ هستم ولیکن در رویه چی خوندید؟ خلقی، یعنی که خلقی مردمی خوندم. دوست می داشتم که مقام بخونم، کلاسیکی بخونم ولی به من نفری نبود که کمک رساند چون که زینه‌های این بهت نازکی‌های زیاد دارد مقام و کلاسیکی. برایم میخواستم بخونم خیال میکنم که خودم خیال میکنم که صدای من میرسد تا مقام و یا اینکه سرود کلاسیکی بخونم. با آرزوی هم رسیدم با بختیار، یعنی که کار میکنیم همه روز تمرین میکنیم با برادرای عزیز، یعنی که با نوازنده های به نهایت گرامی انسمبلی سامان ما همه روز در تمرین هستیم، مشق میکنیم. سلامت باشید. میخواهید در کدام موضوع ها چنگ بزنید یا که انتخاب خودتون کدام موضوع ها را برداشت میکنید؟ راستی من یک چند سروده که عین حال در دست خودم دارم، با همه این سرودهای من با همه آهنگسازان و شاعر و شاعره ها یعنی از شعرهای بدیعی گذشته است، لیکن میخواهم درباره یعنی که موضوع وطن باشد، مادر باشد، عشق، محبت، ولی از چندی از شعرها که انتخاب میشد برای من یعنی پیشنهاد میشود برای من میخوانند، من انتخاب میخوانم، گوش میکنم، بعد انتخاب میکنم همین سرود برای من یعنی که همین شعر رو من با آهنگ در آورده میتوانم یا اینکه اول شعر رو انتخاب میکنم گوش میکنم، اگر به خودم که پسند آید میگم که ها همین شعر رو من میتوانم از خودش میبرم. یعنی که با آهنگ درآورم. اینجا اشاره کردید که سرودای عشقی میخوانم، وطن دوستی میخوانم. فکر میکنم با صنعت عاشق هستید، با زندگی عاشق هستید؟ عاشق همه چیز هستم. موفق باشید. تشکر.
خب بختیار بیانه شما بگوید که واقعا در یک فضایی که کمک رقابت ها هست و این از هنرمند بسیار کارها رو طلب میکند، چگونه از قرار میموند شما را شنید با چند ترانه ایجاد کرده و یا اینکه هست اندیشه هایی که واقعا کار باید کرد، ترانه ایجاد باید کرد؟ من همچون ایجادکار، مطرب، حافظ همیشه بهار هستم. راستی گپ در تمام ژانر ایجادی داریم و موسیقی ها داریم که همیشه تیار هستیم. گفتی شما باید ما کنکورنسی باشد، ما تیار هستیم. بله. یکی کنکورنسی چیزی خوب است. بله. رقابت باید باشد. رقابت باید باشد. رقابت ایجادی میشه در ظاهر. بله. تأثیر اون آزمون هایی که از جانب پیشوای معظم ملت در بابت دریافت استعدادهای نو پیشنهاد کردید به اندیشه شما تا کدام حد توانست که واقعا غنچه های صنعت را، هنرمندان آینده دار را روی کار بیارد؟ خیلی عالی شد. خیلی عالی است که چون که در کدام کنجی دهات باشد، در کدام کنجی شهر باشد، یک هنرمندی هست، استعدادی هست که به سبب این آزمون اونو نمایان شدن روی آب برآمدن. بله بله. تشکر. خب هر فرد البته در زندگی چون هر صبح که از خانه میبرد یا که به خانه میدراید نقشه ها و البته تدبیرهای خودش را به خاطر ساخت آینده اش میکند. چی نیت های نیک داره در پیش؟ و گفتی استاد دلیر نظر نیکی بماند جاویدان. بله. تا دست ما آمدگی فقط نیکی میکنیم، خدمتی خلق و وطن و مردم میکنیم. بله. سلامت باشید. زینب شما چی؟ من راستی گپ آرزو دارم که تاجیکستان اولا تینجی و امانی باشد. ما زنان زیبای وطن در وطن گل شکوفانه یعنی گشت و گذار کنیم، زندگی کنیم، ایجاد کنیم و با یک هوس زیاد، یعنی که با سری بلند به کارگاه و به خانه رفته بیاییم. بله، آفرین، تشکر. ما با شما آرزو میکنیم که این آرزوهایی که شما و دیگر هنرمندان و عموما مردم شریف تاجیک دارند جامعه عمل بپوشند و ما قدم به قدم واقعا در هر کسب کاری که باشیم پیش برویم. ترانه سوم ترانه مالکی است، بازخوانی کردیم از احمد ظاهر است. شما بازخوانی کردید؟ شادروان بازخوانی کردیم همراهی مطربان چیره‌دستی دسته. بچه‌ها با معقول شد این سوره خوندن، سرود خوندن. من با گفتن بیا اکا گفتن همینا سرایم. آفرین، سلامت باشین. تشکر. برار در کسب و کار با امید اونه که این آخرین صحبت ما سر این سفره نباشد. باز با ترانه های نو، با ایده های تازه، با موسیقی های زیبا بیاییم و برای بیننده های عزیز، برای این ملت صنعت دوست و فرهنگ دوست ترانه سرایی کنیم، صحبت کنیم و برای شما برار میخواهیم و برای همه شما هموطنان عزیز زندگی خوش، روزگار پر از محبت، تن سالم و وارسته از غم ها. با امید اونه که همیشه صلح، ثبات، آسایش، امن در کشور اجدادی ما تاجیکستان بیش آسا ابدی باشد. نقطه میگذاریم با برنامه این شامینه. شامتان بخیر، شبتان خوش. ترانه انجامی را میسراید بختیار بیانی. امشب از باد خرابم کنو بگذار بمیرم. امشب از باد خرابم کنو بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کنو بگذار بمیرم. غرق دریای شرابم کن و بگذار بمیرم.
قصه عشقی بگوشی منی دیوانه چی خوانی قصه عشقی بگوشی منی دیوانه چی خوانی بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم بس کن افسانه و خوابم کن و بگذار بمیرم زندگی تلخ‌تر از مرد بودم گر تو نباشی زندگی تلخ‌تر از مرد بودم گر تو نباشی بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم بعد از این مرده حسابم کن و بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کن و بگذار بمیرم امشب از باد خرابم کن و بگذار